این لکه ننگ روز 1 سپتامبر رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه‌ای بهبود روابط امارات متحده عرب با اسرائیل را خیانت به عالم اسلام، کشورهای عرب، ممالک منطقه و مردم فلسطین نامید. کاری که اماراتی ها کردند این یه لکه ننگی است. البته این از بین خواهد رفت، یعنی دیری نخواهد پایید انشالله. این پیام تندی آیت الله خامنه‌ای یک روز پس از سفر هیئت‌های بلندپایه ایالات متحده آمریکا و اسرائیل به ابوظبی نشر شد. 13 اوگوست با میانه‌روی ایالات متحده آمریکا، امارات متحده عرب و اسرائیل روابط دیپلماتی برقرار نمودند. اسرائیل وعده داد که اشغال زمین‌ها در ساحل غربی رود اردن را متوقف می‌کند. 31 اوگوست پروازهای مستقیم در خط سیر تل‌آبیب ابوظبی راه‌اندازی شدند. امارات متحده عرب اولین کشور منطقه خلیج فارس و سومین کشور عرب است که با دولت یهودی روابط کامل دیپلماتی برقرار کرد. با گفت مقامداران امارات متحده عرب، بهبود روابط امکان می‌دهد که اسرائیل را به توقف اشغال زمین‌ها در ساحل غربی رود اردن وادار نماید. این اقدام امارات را یک عده ممالک عالم خوش پذیرایی نمودند، ولی ایران، ترکیه و منصبداران فلسطینی محکوم کرده‌اند.